از آغاز رقابت بازیگران منتخب افغانستان تماما با یک باوری جدی بازی کرده ایستادند و اصلا اینجا احساس نمی شود که اونها کمی ترس و هراس داشته باشند یا اینکه مثلا کمی احتیاط گری کنند نسبت به رقیب خود، بلکه پرره کوشش میکنند که با همون باوری چطوری که گفتم با همون باوری که دارند اونها با هجوم ها روند مخصوصا در این دیدار. البته پس از تاجیکستان در جای دوم قرار گرفتن برای جوانان افغان فکر میکنم این یک دستاورد خوب هم خواهد بود و از این خاطر تلاش میکنند که در این مسابقه که نوبسته از اون که عنوان بازی دوستانه را دارد به رفت بازی هایش نتیجه خوب به دست بیارد. اما با فایده منتخب افغانستان سعید حسبالله توپ را به بازی می‌دارد. سعید نوید پس او به مرکز میدان هجوم منتخب افغانستان ضربه از مسافه دور جانبی دروازه و توپ در دست ابراهیم شاکیرف است. یادآور میشویم که در دور اولی کاف U17 افغانستان بر مقابل قرقیزستان با حساب 3-0 پیروز شده بود و در آغاز نشان دادند بازیگران منتخب افغانستان که آنها میتوانند برای به دست آوردن جایزه تا رقابت نمایند. اولین حمله منتخب ازبکستان خوفناک بود اما ضربه راست اجرا کرده نشد. تکرار این حالت را میبینیم. پرتاب از طرف جمشید بک رستمov انجام داده شد. و یک وضعیت خوب هم به میان آمد در نهایت کار. بازیگزار نوبتی بازیگران منتخب افغانستان در مرکز میدان یکی از بازیگران از پا میافتد. وقت خود بازی برون نشده بود، خودی او دیگر برای برخست. این اورش احمدی بود، توپ رو برگردان به منتخب افغانستان. خب ازبکستان باشد با حساب 3-1 ایران رو شکست داده بود در دور اول. یعنی هر دو دسته توانسته بودند که در بازی دور اول خود در این مسابقه پیروزی به دست بیارند و حتی 3 گلی به دروازه رقیب بزنند. هرچند افغانستان به طوری دروازه خود گل سر نداد و تیم منتخب ازبکستان باشد 1 گل از ایران به دروازه خود سر داده بود. در همون رقابت انقدرش در مرحله دور دوم انقدرش تاجیکستان افغانستان رو با حساب 3-1 الکی شکست داد و این بازی اول برای تاجیکستان محسوب میشد چون که در دور اول بدون رقیب بود این دسته یعنی منتخب تاجیکستان و افغانستان اولین امتیازهای خود رو از دست داد در دور دوم. ازبکستان باشد قرقیزستان رو مغلوب کرد با حساب 2-0 و در بازی دور سوم الکی افغانستان با طور هنگاموی ایران رو توانسته بود شکست میدهد با حساب 2-1 و 6 امتیاز رو صاحب گردیده بود. اینجا اکنون منتخب ازبکستان سر از دقیقه 8 پیشرفت می شود نسبت به افغانستان و با زدن گل دست یافت محمد یوسف فیض‌اللهیف. بسیار عالی از دفاعگر گذشت و موقع خالی رو در دروازه او دید. دروازه‌بان اشتباه کرد در این حالت. فضلالدین امینی به پیش آمد و امکان داد که ضربه اجرا شده از طرف محمد یوسف با گل انجام یابد. تو بس میدان بیرون گردید. خب از این به بعد بازیگران منتخب افغانستان چگونه بازی خواهند کرد ما خواهیم دید. هجوم نوبتی منتخب ازبکستان. منتخب ازبکستان از آغاز خاموش بود در شروع رقابت
ولی در حال با زدن گل دست یافتن بازیگران این دسته. حالا حمله جوابی در اجرای بازیگران افغانستان به نتیجه است. این هجوم نیست. باز یک تلاش دیگری کبود پوشها و باز محمد یوسف در جریمه‌گاه بود. تو باز ضربه نوبتی از طرف این بازیگر خوفناک بود، اما روز جانبی دروازه نرفت و در حال ضربه را زد که یک نفر پیش روی او رو محکم میکرد تا اینکه جانبی دروازه ضربه خوفناک اجرا کردن نتواند این بازیگر. خب منتخب ازبکستان در بازی قبلی خود نیز خوب بازی کرده بود. بازی بر مقابل تاجیکستان رو من در نظر دارم در دوره چهارم که در نهایت با حساب 2-0 شکست خورد اونجا. فوتبال بازان ما واقعا به طور ارزان در رقابت کردن و یک بازی اساس بود در عموم همان رقابت. وضعیت منتخب تاجیکستان بهترین بازیگر محمد نظریف گردید، نفری که حتی یک گل به طور دروازه منتخب ازبکستان زده بود و ما در نهایت با پیروزی نویل گشتیم در آن دیدار. حالا خود بازی ویران کرده می شود از طرف نوید محبوبی و ضربه جریمه برای تیم منتخب ازبکستان تعیین کرده شد. توجه میکنیم به این حالت. البته رسیش به چشم میرسد. محمد حبیب‌اللهیف را از پا افتانیدند. بازی گذشته همه چیز رو حل و فصل کرد برای ازبکستان و در عموم در این مسابقه، چون که ازبکستان نیز برای قهرمانی مبارزه می‌برد، اما شکست از تاجیکستان یا اینکه باخت از تاجیکستان سبب شد که این دسته اکنون برای زینه دوم مبارزه برد. و خب حالا وضعیت استانداردی برای تیم منتخب ازبکستان است. توجه میکنیم به این وضعیت. ضربه زده می شود. روز جانبی دروازه افغانستان و دروازه‌بان با مشکل این حالت را برطرف میکند. توپ از میدان بیرون گشته است. اوت با فایده ازبک‌ها. بسیار خوفناک بود و بسیار مشکل برای فضلالدین امینی، اما این دروازه‌بان توانست که همین وضعیت را برطرف کند. هجوم نوبتی منتخب ازبکستان به نتیجه بود و اینجا حتی چنین به نظر رسید که توپ با پای یکی از به دست یکی از بازیگران رسیده است. با پای همه میرسد. البته هجوم نوبتی رو میبینیم در اجرای بازیگران منتخب ازبکستان. سعید حزبالله توپ رو از اوت به بازی در آورد. سعید نویدالله پسی سهیل سروری. هجوم نوبتی منتخب افغانستان این دفعه جدی‌تر است و شماره بازیگران هم بیش از حالت‌های قبلی در نزد جریمه‌گاه ازبکستان به چشم میرسند و اینجا یکی از بازیگران از پا میافتد. داور خاموش است، یعنی او اجازه میدهد که بازی ادامه بیابد و حمله جوابی منتخب ازبکستان شروع میشود. از زمین موقع اوت به نفع ازبکستان. تکرار اون حالت رو میبینیم که عظم‌الدین حاجی زاده از پا افتیده بود.
منتخب افغانستان از نو به حمله خواهد رفت. فشار میارند بالا بازیگرانی منتخب ازبکستان و حتی قاعده بازی هم ویران شد. اینجا از با آرش احمدی افتید. بازی ادامه می‌یابد. الکی دقیقه 17 رقابت است و حساب همان 0-1 به فایده منتخب ازبکستان. این شام انخرش پس از همین بازی دیداری تاجیکستان و ایران دایر می شود و انتظار می رود که شماره زیادی مخلصان به ورزشگاه بیان، چون این آخرین بازی مسابقه خواهد بود. هرچند تاجیکستان الکی قهرمان شده است ولی اونجا جشنگیری ها می شود و جایزه سپاری ها. فکر می کنم این همه ارزنده دستگیری هم خواهد بود. و چیزی دیگر دوستان ارجمند این است که در جدول منتخب ازبکستان و افغانستان هر دو شماره امتیازهایشان یک خیل هستند، یعنی 6 امتیازی به دست آوردند پس از 4 دور که 3 بازی انجام دادند و هر دو این دسته ها یک باختی دارند. این باخت ها از منتخب تاجیکستان می باشد. حمله نوبتی منتخب افغانستان بسیار یک ضربه سخت جانبی دروازه ازبکستان بود و برای دروازه‌بان نوگوار بود این ضربه را قبول کردن. ابراهیم شوکیرов به هر حال توانست توپ را برگردانیده. و طوری که گفتیم هم ازبکستان و هم افغانستان که 6 خالی دارند 3 امتیازی خود را تنها به تاجیکستان دادند، یعنی تاجیکستان این دو دسته را شکست داد. هم افغانستان رو و هم ازبکستان رو تیم منتخب ما توانست که مغلوب نماید و حالا تاجیکستان با کسب 9 امتیاز در جای اول قرار دارد، این دو دسته در جای دوم و سوم. هجوم نوبتی منتخب افغانستان حالت افساید نیست و خیلی زیبا حتی اینجا محمد وریث توپ را از نزد رقیب گذراند اما خودی را بازداشتند. حالی تو پرچی میبینی؟ هجوم نوبتی منتخب ازبکستان باز هم به نتیجه به انجام رسید.
پرتاب نوبتی با جریمه‌گاه منتخبی افغانستان ولی این دفعه به نتیجه. منتخبی ازبکستان اولو نسبتاً برتری دارد، خیلی حتی برتری دارد نسبت به رقیب خود. انکترش اجازه نداده ایستادند و بازیگران افغانستان که در هجوم ها موفق باشند. باز یک تلاش دیگری بازیگران منتخب ازبکستان به نتیجه به انجام میرسد. از آن تلاش میکنند بازیگران منتخب افغانستان تا اینکه به هجوم گذارند. نوید محبوبی از اوت بازی رو دیگر بار شروع کرد و در رفت از جانب بازیگران ازبکستان محمد حبیب‌الله‌یف حملتی را شروع میکند. پرتاب به خط هجوم، حالت افساید نیست. رستموف جمشید بک در داخل جریمه‌گاه، ضربه او با پای چپ و از جانب دو نفر برگردانده شد. یکی از بازیگران منتخب افغانستان حالا آسیب دیده است و با کمک دکتران آن نیاز دارد. این حمایتگر محمد نوروزی است. بدون کمک دکتران اون نمیتواند بازی رو ادامه بخشیده. منتخب قرقیزستان که همچنین در کف U17 در برابر منتخب تاجیکستان و ازبکستان، افغانستان و ایران اشتراک کرده ایستاده است. الان مسابقه برایش به پایان رسید. این دسته 4 بازی خود را دایر کرد و در 4 بازی یگان امتیاز به دست آورده نتوانست. از ایران شکست خورد با حساب 7-0، از تاجیکستان شکست خورد با حساب اگر خطا نکنم 4-1، از همچنین
افغانستان شکست خورد و از ازبکستان شکست خورد. در عموم در 4 بازی 16 گل سر داد و 1 گل زد به طور دروازه رقیبان این دسته و اکنون مسابقه برای منتخب قرقیزستان به پایان رسیده است. البته ایران و تاجیکستان پس از این دیدار بازی خود را برگزار میکنند و این بازی فینالی در کاف یو 17 خواهد بود، یعنی که بازی آخری. حمله نوبتی منتخب ازبکستان به نتیجه و با بازی برمیگردد. حالا نوروزی محمد نوروزی وارد میدان میشود بعد که دختران رو البته کمک کردند تا اینکه دیگر بار بازی رو ادامه بخشد. حالا بازیگران منتخب افغانستان فشار میارند برای گرفتن توپ. هجوم نوبتی منتخب ازبکستان رو باز هم ما دیدیم. اما که از آغاز رقابت تا این دم رویدادهای زیاده بود که دقت ما رو جلب کرد. اول خصوص در آغاز بازی فعالی بازیگران منتخب افغانستان و بیشتر در خط دفاع بودن ازبکستان و پس از دقیقه 8 که گل اول زده شد گل یگانه تا این دم برتری منتخب ازبکستان و دیگر در هجوم مخصوصا ما منتخب افغانستان رو فعال ندیدیم بجز از چند حالت استثنایی که حتی یک ضربه خطرناک هم بود جانبی دروازه منتخب ازبکستان. حالا حمله نوبتی از طرف منتخب ازبکستان باز هم هست. جمشید رستمov پرتابی او خیلی بلند ماجدیومی حمله جوانونی ازبکستان رو میبینیم. یک پرتابی دیگر و باز برگردانده می شود پس که از طرف حبیب اللهیف بود. آفساید. نیم ساعت از آغاز بازی پشتی سر می شود. حساب 0-1 به فایده ازبکستان است و در جدول آنلاین ازبکستان حالا با کسب 9 امتیاز شماره خالهای خود را برابر میکنند با تاجیکستان. اما از اون که شکست خورده است از تیم تاجیکستان در جای دوم قرار میگیرد به واسطه این دسته.
سیف‌الدین تلاش نوبتی بازیگرانی منتخب ازبکستان رو می‌بینیم. نهایت رو برگرداندن به خود بازیگران افغانستان. از نو تلاش میکنند بازیگران سفیدپوش و این دفعه نوید محبوبی به توپ رسیدن نتوانست. حالا نورافکن‌های ورزشگاه مرکزی شهر حصار هم فعال کرده میشوند چون لکه شام نزدیک است و خوب همچنین امروز هوا ابری است. برای بهتر البته نمایش دادن بازی کمی بر وقت‌تر فعال میگردند یا که کرده میشوند نورافکن‌های ورزشگاه یا که چراغ‌های ورزشگاه. حالا از نو به حمله میروند بازیگران منتخب ازبکستان. باز یک تلاش دیگری محمد یوسف فضیلوف، پرتابی او به مرکز جریمه‌گاه اما سعید نویدالله سادات این حالت رو برطرف میکند. یوسف بازی اینجا یوسف علی جایدار اینجا 11 متر دور علی با 4 نفر هستن. یا بالا با فشار آوردن میگذارم بازیگران منتخب افغانستان. آرش احمدی به خاطر دغل بازی کردنش مجازات می شود از طرف داور با کارت زرد. آرش حالا تو چیکار میکنی؟ یا توپ نگاه میکنی یا بال؟ و اینجا از طرف سرمربی که سرمربی منتخب افغانستان فایز محمد فایزی است تنبیه میگیرد آرش احمدی بازیگری که کارت زرد گرفت. اینجا اشاره میکند سرمربی که با توپ نگاه میکند یا اینکه نه. رقابت ادامه می‌یابد بیشتر از 10 دقیقه دیگر تا پایان قسم یکم. حالا وقت دارند است و ازبکستان از نو به هجوم می‌رود. فرصت برای زدن ضربه نبود ولی به هر حال یک ضربه هم اجرا کرده شد از طرف بیروز سعید مرادوف. و ضربه کنجی برای منتخب ازبکستان.
جمشیدبек رستمов در راز توپ قرار دارد. پرتاب به داخل جریمه‌گاه. حمله ادامه می‌یابد. باز یک پرتاب دیگر، ضربه به سر و گل دوم منتخب ازبکستان را ما در دقیقه 36 بازی می‌بینیم. این دفعه سرداربек تولاگан میرزویف انیخترش میزند به طور دروازه منتخب افغانستان و حساب 0-2. تکرار این صحنه رو میبینیم. وضعیت استانداردی سبب میشود که منتخب ازبکستان بار دوم در دور امروزه با زدن گل دست یابد. گویا که انگیزه ندارند بازیگران منتخب افغانستان. وقتی که پرتاب می شود دفاعگران خیلی آرامند. نوید محبوبی پس میدهد باقی. خود نوید تلاش میکند در آخر که با توپ صاحب شود و حالا توپ در اختیار بازیگران منتخب افغانستان از نو. محبوبی هجوم ادامه می‌یابد. آرش احمدی پس میدهد باقی. باز یک پرتاب دیگر از طرف محبوبی تو به دست بازیگر منتخب ازبکستان رسید و این چیز رو حتی ما احساس کردیم، اما داور خاموش است و اشاره میکند که بازی رو باید ادامه بدیم. بازیگران منتخب افغانستان ضربه بسیار محکم اما تو به سر دفاعگر ازبکستانی رسید و تو از میدان بیرون گردید. ضربه رو سهیل سرفری اجرا کرد. پرتاب نوبتی به جریمه‌گاه ازبکستان برطرف کرده می شود و امکانی رفتن به عکس العمل از طرف منتخب ازبکستان هم هست. نه اصلا اجازه داده نشد و توپ رو سعید نویدالله از میدان بیرون کرد. هجوم از خط دفاع شروع شد و در مرکز میدان به پایان رسید از طرف منتخب ازبکستان. دقیقه 40 میدان داری. نوید محبوبی از کناری چپ همیشه کوشش میکند که همراهی کند حمله او رو و معزول او با توپ قرار دارد. پرتاب نوبتی ضربه کنجی برای منتخب افغانستان. صحنه تکرار رو ما انتظار میشویم. اشاره می شود از طرف ستاد مربیان منتخب افغانستان. اینجا صدایشون اگر فکر میکنم به گوش شما نرسد من حالا خوب میشنوم که ای داور الکی این ضربه 11 متری دوم بود به قول سرمربی منتخب افغانستان، اما داور از دیگرها دیده نزدیکتر است به این وضعیت و
خوب احساس میکند که چگونه است وضعیت و در کدام حالت پنالتی گذاشته شود یا نشود. هجوم نوبتی منتخب افغانستان از کنار راست این دفعه آغاز میگردد، اما آرش احمدی به توپ رسیدن نتوانست. البته پس هم اونقدر پس موفق نبود برای او. یک حمله دیگر آغاز میکنند بازیگران منتخب افغانستان. این دفعه پس زیباتر بود و هجوم دوم و بعد در داخل جریمه گل با توپ قرار داشت بازیگر منتخب افغانستان محمد وارث، اما دفاعگر خیلی فعالانه عمل نمود اینجا بهادر خانوف مومین خان. رقابت در مرکز میدان. حالا اینجا اوت با فایده منتخبی ازبکستان هم هست. بهروز سعید مرادوف با توپ قرار دارد. هجوم جوابی منتخب افغانستان خیلی خطرناک بوده میتواند. محمد وارث با توپ قرار دارد، پس او به کنار راست. شماره زیادی بازیگران منتخب ازبکستان برگشتن به خط دفاع و با دست بازی میکند اینجا نیم حمایتگر صدرالدین حسنوف از هیئت منتخب ازبکستان و داور باشد. این دفعه اکنون ضربه جریمه‌ای تعیین می نماید به فایده افغانستان. در دقیقه‌های اخیری نیمه اول این میتواند یک وضعیت مفید یا اینکه فایده آور برای افغانستان باشد. پرتابی خیلی بلند، حتی ضربه راست جانبی دروازه و دروازه‌بان توپ رو به دستی خود میگیرد. پس بقیب نوبتی منتخب ازبکستان باز هم به نتیجه بود. باز یک تلاش دیگری بازیگران منتخب ازبکستان. پرتاب از طرف جمشید بک رستموف بود اما اون موفق نشد در اجرای این پس. حالا حمله جوابی منتخب افغانستان رو میبینیم. اوت با فایده افغانستان. کوشش های عظم‌الدین حاجی زاده در نهایت به نتیجه نبود.
رقابت در مرکز میدان قاعده بازی ویران نشده است. با وقتی اساسی قسم یکم 2 دقیقه زمان کرده شد. محمد نوروزی پس به خط حمله. هجوم کننده های منتخب افغانستان امروز اونقدر فعال نیستند. حالا باز 1 دقیقه دیگر وقت است و سفیدپوشان میتوانند حداقل برای جواب گفتن به 1 گل منتخب ازبکستان تلاش نمایند. هجوم نوبتی منتخب افغانستان. محبوبی نتوانست توپ را در اختیار خود نگه دارد. ظاهراً چنین به نظر رسیده شده است که قسمی یکمی بازی با برتری منتخب ازبکستان یعنی با حساب 2-0 به پایان میرسد و در نیمه دوم چگونه بازی صورت میگیرد البته ما انتظار میشویم و شاهد خواهیم گشت. اینجا صدای شکی داور بلند می شود چون که 2 دقیقه علاوه کرده و گذشت و حساب به تغییر باقی موند. حالا اکنون تنفس و کم استراحت میکنیم بعدا به قسم دوم این دیدار برمیگردیم. оилаи калон ин аст лаззаҳои ширини ҳаёт. аз ин рӯ барои азизонам ман мехоҳам чизе бештар кунам. ба оилаи калон телевизори калони Neo QLED.
چیزی رخ داده است ولی اولا اشاره میکند که همش درست است و میتواند بازی رو الکی آغاز نماید. با توجه به داور مرکز است. بله همین طور صدای خود رو او بلند کرد و قسم دومی رقابت بین منتخب‌های افغانستان و ازبکستان آغاز می شود و از آغاز باز یک حمله دیگری افغان‌ها. تلاش نوبتی از جانب یوسیر صفی بود که به نتیجه در نهایت پایان یافت. عموما بعد قسم اول ما میتوانیم نتیجه گیری کنیم که منتخب ازبکستان خیلی برتری داشت در قسم اول با جز از 5-6 دقیقه آغاز رقابت که افغان‌ها بیشتر تلاش میکردند که توپ رو اداره کنند، بیشتر تلاش میکردند که حتی فرصت به میان بیارند در نزد جریمه‌گاه رقیب. اما نهایت منتخب ازبکستان در دقیقه 8 گل زد و از این به بعد دیگر برتری منتخب ازبکستان را ما تا انجام رقابت دیدیم. اما در دقیقه ایلاوگی سرمربی منتخب افغانستان فایز محمد فایزی چی حرفای گفت، چی توصیه‌های داد و به قول باعث یک به اصطلاح موتیواتور چی گونه انگیزه بخشید به فوتبال بازانش که باید در قسم دوم آنها رقابت کنند. این چیز رو ما در 45 دقیقه در پیش زده حتما خواهیم دونست. حتی دستا رو دیگر بار برایتان معرفی میکنم: فضل الدین امینی، نصیر احمد محمدی، نوید محبوبی، محمد نوروزی، سعید نویدالله سادات، اورش احمدی، سهیل سرفری، محمد وریس شیرزوی، عظمالدین حاجیزاده، یوسیر صفی و سعید حسبالله سادات. فایز محمد فایزی سرمربی منتخب افغانستان از حمله نوبتی ازبکستان به نتیجه است و توجه میکنیم به هیئت این دسته: ابراهیم شوکیرов، مومنخان بهادرخانов، مومنجان شهراتov، سرداربек تولاگан میرزویف، صدرالدین حسنов، محمد حبیباللهев، جمشیدبек رستمov، بهروز سعید مرادov، محمد یوسف فیضاللهев، اسدبek رمیلov و عبدالملک اسرارov. این هیئت اساسی منتخبی ازبکستان است و اسلامبek اسماعیلov سرمربی این دسته. حالا هجوم نوبتی منتخب افغانستان، توپ در نزد جریمه‌گاه منتخب ازبکستان هم هست و ضربه کنجی حالا نه به میان آمد یا نه. داور اشاره میکند که ضربه کنجی است برای تیم منتخب افغانستان. و یک چیز دیگر رو ما باید یادآور شویم بواسطه دوستان ارجمند که در قسم اول دو حالت بحث برانگیز در داخل جریمه‌گاه منتخب ازبکستان بود. یعنی بازیگران منتخب افغانستان انتظار بودند که پنالتی تعیین کرده می شود. حالا این ضربه کنجی به نتیجه بود ولی به هر حال یوسیر می تواند که هجوم رو ادامه بخشد. یک تلاش دیگری او برای زدن ضربه جلوی دروازه منتخب ازبکستان بازم به نتیجه به انجام می رسد. صدایش که دوباره اینجا بلند می شود. رقابت در مرکز میدان ادامه دارد. اکنون بعد گزارش شدن 4-5 دقیقه آغازی قسم دوم باز هم بازیگران منتخب ازبکستان فعال خواهند گشت و این چیز از خودی حاضر احساس می شود.
حالا هجوم نوبتی رو میبینیم از طرف منتخب ازبکستان که به نتیجه بود و هجوم جوابی تیم ملی افغانستان آغاز می شود. توپ در مرکز میدان در اختیار سهیل سروری، پرتاب به جریمه‌گاه ادامه می‌یابد. حمله کمی مشکل است ادامه دادن هجوم و نهایت توپ را از دست دادند. رقابت در قسمت میدانی منتخب ازبکستان ادامه می‌یابد. هجوم نوبتی منتخب افغانستان در قسم دوم حالا از طرف بازیگران منتخب ازبکستان ما نسبتا حمله ها رو کمتر دیده ایستاده. البته آنها برتری دارند و هدف اساسی برتری خود رو نگه داشتن هم هست، هرچند با این بازی ضعیفی که منتخب افغانستان نشان داده ایستاده است نمیتوانند آنها تشویش باشند، یعنی بازیگران منتخب ازبکستان تشویش شوند که مبادا افغان ها حساب رو برابر کنند، بلکه آرامانه و در فرصت مناسب کوشش میکنند که به هجوم بیایند و کاری خود را درست انجام دهند. هجوم نوبتی منتخب افغانستان قاعده استیزی از جانب سرداربک طلگان میرزویف، قاعده ویرانکنی انخترش و خیلی خوفناک هم بود این حرکت. سرداربک رو داور جزا میدهد با کارت زرد به خاطر این عمل غیر ورزشیش. پرتاب جریمه‌گاه، ضربه تو با پشت سر بود از طرف محمد واریس، اما این بازیگر راست جانبی دروازه ضربه زدن نتوانست. تکرارا میبینیم هجوم جوابی منتخب ازبکستان رو میبینیم. حالا صدرالدین حسنوف Bola!
حمله نوبتی منتخب افغانستان از خط دفاع شروع می شود. ببینید کلی بازیگران به هجوم رفتن میخواهند، یعنی این از روی نقشه های سرمربی این دسته هم هست از جنوبی جنوبی فیضی که میخواهد البته شاگردانی او از باخت رها شوند. حالا پس می شود زمینی به مرکز جریمه گوی منتخب ازبکستان، اما نه، بازم برطرف کرده شد این حالت. حمله نوبتی منتخب افغانستان ادامه می‌یابد هجوم. بله فرصت هست و اینجا توپ در میدان باقی میماند در اختیار بازیگران منتخب افغانستان. یک پرتاب دیگر که ضربه زده میتواند. تلاش یوسیر صفی به نتیجه به انجام رسید. و این تنها آغاز قسم دوم است. هجوم نوبتی منتخب ازبکستان و حمله خیلی هم خوفناک در اجرای بازیگران منتخب ازبکستان. ضربه از پهلوی دروازه توپ عبور کرد. بالاتر من همین رو اشاره کردم که بازیگران منتخب ازبکستان سراسیمه نیستند، با حضور بازی میکنند، چون افغانستان اونقدر بازی جدی ندارد و با یک سرعت بلند حرکت کرده ایستاده باشند. اگر فوتبال بازی منتخب افغانستان در این گونه وضعیت می شود که بازیگران ازبکستان یک کمی سرعت بازی خود را تیزتر کنند، اما وقتی که هجوم‌های به منطق از جانب بازیگران منتخب افغانستان است، ضربه های راست نیست، در این گونه حالت فرصت مناسب رو انتظار میشم و بعدا به حمله میروم به مانند همین هجومی که چند لحظه پیشتر بود. حالا بازیگر آماده است از هیئت احتیاطی منتخب افغانستان تا اینکه به بازی بیاید و توجه میکنیم به این تغییرات ها. تحت شماره 16 بازیگر به میدان میبراید زمیر شجاع و همچنین بازیگر دیگر تحت شماره 18 فردین یوسفی وارد بازی شد. رقم 17 از میدان گرفته می شود یوسیر صفی. هجوم نوبتی منتخب افغانستان، امکانیت برای زدن ضربه، مهلت افساید الکی با قید گرفته می شود. بله در حالت افساید بود محمد ولریس در این لحظه. امکانیت برای بازیگران منتخب افغانستان، ضربه بسیار هم خوفناک، چگونه تغییرات تاثیر خود را میرساند در حال به رفت بازی منتخب افغانستان. فردین یوسفی توپ رو گرفت، همین گونه بازیگر از آغاز این رقابت نمیرسید به منتخب افغانستان. اومد در حیات این دسته همین گونه یک فوتبال باز لازم بود و حالا او آمد اکنون به میدان. اوت به فایده افغانستان است.
ҳуҷуми навбатии мунтахаби ӯзбекистон. توپ در دست فضلالدین امینی است. برای اونهایی که تازه به شبکه ما پیوستند یادآور میشویم که این بازی دوره اخیر کاف U17 است در کشور ما و منتخب‌های افغانستان و ازبکستان پس از 4 دور 6 امتیازی دارند. در زینه‌های دوم و سوم هستند پس از تیم ملی تاجیکستان، البته جوانان تا 17 سالش، و در زینه‌های بعدی ایران و قرقیزستان موقع گرفتند. ایران امروز بعد یعنی همین بازی مقابل تاجیکستان بازی خواهد کرد و این بازی نهایی می شود در این مسابقه. البته تاجیکستان پیش از مهلت یعنی در دور 4 ملکه قهرمانی کاف شد و یک چیز دیگر هم فکر میکنم گفتنش جو دارد در رفت همین بازی که بعضی از به اصطلاح سکاوت ها یا اینکه نماینده های فوتبالی در جریان برگزاری این مسابقه حضور داشتند در تاجیکستان و در شهر ایزور تماشا میکردند بازی را و نظارت میکردند. بازیگران با مهارت را به اصطلاح تالنت های نو را میجستند. اینجا باشد قاعده بازی ویران میشود از طرف نوید محبوبی و داور مجبور میشود که با او کارت زرد نشان بدهد به خاطر این قاعده ویران کنی و همچنین ضربه 11 متره تعیین کرده می شود. اینجا نوید محبوبی نه بلکه نوسیر احمد محمدی قاعده بازی رو ویران کرد و داور به نوید کارت زرد داد. بله نوید محبوبی جزا گرفت. بعد این دو تغییرات نه کم کم بازی منتخب افغانستان داشت بهتر میشد، اما یک اشتباه باعثی به میان آمدن ضربه 11 متره می شود و حالا اکنون امکان است که حساب 0-3 به فایده منتخب ازبکستان شود و این منتخب ازبکستان رو با پیروزی باز هم نزدیکتر نماید. یعنی که همین حساب 3-0 اگر از 11 متره استفاده برده تواند بازیگری منتخب ازبکستان. فضلالدین امینی هم جزا میگیرد با کارت زرد دروازه‌بان منتخب افغانستان و در نزد توپ تحت شماره 7 صدرالدین حسنов قرار دارد. همه چیز آماده است برای شروع اجرای ضربه 11 متره و دروازه‌بان منتخب افغانستان این نوبت رو برطرف می نماید. خرسندی بازیگران رو ببینید، یعنی شانسی کامبک کردن کمتر میشد از اینکه هست اگر ضربه 11 متره به گل انجام می‌یافت، اما نه. ضربه کنجی برای منتخب ازبکستان. فرصت ضربه زنی دادن هم شود و نهایت ضربه هم اجرا گردید از جانب سیفالدین صدیقوف، بازیگر که از احتیاطی با میدان اومد. تغییرات دیگر در هیئت منتخب ازبکستان. محمد یوسف فیض‌اللهیف رقم 18 مؤلف گل اول از بازی گرفته می شود.
و به جای بازیگر تحت شماره 8 به میدان آمد عبدالصمد سعیدов و تغییرات دیگر هم هست. بازیگر رقم 6 سرداربек طولگان میرزویف ترک میدان کرد و علیدین کریمов به بازی وارد گردید. صداش که دوباره بلند شد، یعنی باز هم افساید. خودستزی یا اینکه خدا ویران کنه نوبتی. زود بیاین بچه. دقیقه 67 رقابت. ойзоиса мухлисони футбол ташриф оварда истоданд ба варзишгоҳ ва ин ҳам барои дастгирии ҷавонони то 17 сола ки пас аз чанд лаҳза бозии тоҷикистон бар муқобили эрон шурӯъ хоҳад шуд. баъди ин дидор аниқтараш фурсати навбатӣ барои мунтахаби афғонистон. иҷозаи зарбазанӣ ба муҳаммад ворис дода намешавад. ҳуҷуми навбатии мунтахаби ӯзбекистон бартараф карда мешавад. наздики 20 дақиқа дигар дар вақти асосӣ фурсат доранд дастаҳо ҳаловат баранд аз бозӣ кардан дар ҳавои беғубори кишвари мо. ҳуҷуми навбатии мунтахаби афғонистон ва ниҳоят дӯстони арҷманд гол зада мешавад, аммо офсайд. мо бояд наворҳои такрориро бубинем. мо бояд наворҳои такрориро бубинем ва баъдан ба хулосае биёем, аммо довар голро бекор карда вакай. бале, дар хати офсайд буд дар ин вазъият муҳаммад ворис, аммо ба ҳар ҳол акнун онҳо як дафъа гол заданд ва умедашон бештар мешавад ки ва боварияшон ҳамчунин зиёдтар мешавад ки метавонанд гол бизананд. бозам тағйироти дигар, рақами 5 муҳаммад наврӯзӣ тарки майдон мекунад ва рақами 7 муҳаммад милод нурӣ
ба бозӣ ворид мешавад дар ҳайати мунтахаби афғонистон. ضربه کنجی برای منتخب ازبکستان. پرتاب داخل جریمه، ضربه با سر، رقابت ادامه می‌یابد و حالت مشکل برای بازیکنان منتخب افغانستان. نهایت این وضعیت دشوار رو برطرف کرده توانستند. باز یک تغییرات دیگر در هیئت تیم ملی افغانستان. سعید حسبالله سادات رقم 20 از بازی گرفته می شود و شکیب امیدی با میدان میبرد رقم 2. ابراهیم سعدالله‌ев رقم 14 حالا با میدان آمد از هیئت احتیاطی منتخب ازبکستان و یک تغییرات دیگر اینجا رقم 18 محمد یوسف فیض‌الله‌ев ترک میدان میکند. مؤلف گل اول در بازی امروزه و نوربек سرسنبаев حالا به میدان وارد می شود تحت شماره 9. هوای تازه و خیلی زیبایی فکر میکنم کشور ما بسیاری رامافتون میکند. الکی شام فرا رسید و ماه تابان هم برآمد. چطور که من بالاتر گفتم دسته‌های تو عبدالله افغانستان و ازبکستان باز کمتر از 20 دقیقه دیگر وقت دارند تا اینکه از فوتبال بازی کردن در فضای زیبای تاجیکستان عزیز ما لذت برند، چون که این آخرین بازی آنها در کافه U17 هست و بعد این تمام دیگر بازی نیست و برمیگردن به خانه‌های خود. جنابتی منتخب ازبکستان. بازیکنان منتخب ازبکستان در اداره کردن توپ امروز برتری داشتن واقعا نسبت به رقیب خود. محمد میلاد، پسی نوری و ضربه نوبتی جانبی دروازه منتخب ازبکستان، اما باز هم دورتر از دروازه بود این ضربه.
منتخب افغانستان مسابقه کاف یو 17 رو با موفقیت آغاز کرده بود. بازی اول خود رو این دسته بر مقابل تیم منتخب قرقیزستان برگزار کرد و اونجا با حساب 3-0 پیروز شدن بازیگران تیم مذکور. حالا یک ضربه هم زده می شود و تو باز دروازه خیلی هم دور بود. ازبکستان باشد بازی نخست خود را با ایران دوئل کرده بود و ازبکستان هم پیروز شد با حساب 3-1. حالا اهلیدین کریموف بازیگری که از هیئت احتیاطی به میدان آمده بود آسیب میگیرد بعد همین برخورد تا جای جدی به چشم میرسد. حالتی او خب با پای خود راه رفته میتواند بازیگری منتخب ازبکستان و این مانور رو دارد که میتواند یک بار فکر میکنم به بازی برگردد. بله همینطور هم میشود. امیده است که به بازی برگردد. ناصر احمد محمدی کاپیتان منتخب افغانستان هم حالا در کنار انتظار است که با او اجازه بدهند و به بازی وارد شود. نوربک تحت شماره 9 جزا داده می شود. حالا دوار میفهماند که چطور باید رفتار کنند بازیگران و پرتاب کرده می شود از داخل جریمه‌گاه، اما ضربه‌ای که بود خطا اجرا شد. خب در مرکز میدان بازیگران منتخب افغانستان می توانند که حمله خود را ادامه بدهند. پس با کنار چپ توپ از میدان زده بیرون کرده می شود. اینجا بازیگری منتخب افغانستان از پا میافتد ولی داور باز اشاره میکند که حالت افساید است و 10 دقیقه آخری بازی باقی میماند و خلاص. در این 10 دقیقه
تا کجا بازیگران منتخب افغانستان میتوانند بازی کنند برای برابر کردن حساب حالا معلوم نیست، چون که تا این دم آنها بازی ارزنده برای زدن گل نکردند. بازیگزاری نوبتی بازیگران منتخب ازبکستان. بازیگران منتخب افغانستان این دفعه بدون اشتباه توانستند که توپ را تا به قسمت میدانی منتخب ازبکستان بیارند، ولی باز خطا بازی میکنند اینجا که از بازیگران. خب در دور اول گفتیم افغانستان قرقیزستان را 3-0 شکست داد، ازبکستان ایران را مغلوب کرد. در دور دوم باشد افغانستان از تاجیکستان با حساب 3-1 شکست خورد و ازبکستان باشد قرقیزستان را باز هم مغلوب کرد و البته پس از دور دوم ازبکستان با 6 گل و افغانستان با 3 گل قرار داشتند. اما بعداً ازبکستان ایران رو در دوره گذشته با حساب 2-1 شکست داد و توانست که با این پیروزی هنگاموی با 6 امتیاز برابر شود با منتخب تاجیکستان و ازبکستان. اما وقتی که ازبکستان با تاجیکستان بازی خود را دایر کرد، تیم تا 17 ساله تاجیکستان ازبکستان را شکست داد و با کسب 9 امتیاز به زینه اول درآمد. امتیازهای ازبکستان و افغانستان با هم 6 امتیازی برابر باقی ماندند. حالا اکنون دسته که امروز پیروز می شود در جای دوم قرار خواهد گرفت. وضعیت استانداردی به فایده بازیگران افغانستان بود که از آن استفاده بردن نتوانستند. تو بازات با بازی در آورده می شود و در حال بازیگران منتخب افغانستان خواستند که هجوم خود را آغاز نمایند اما موفق نمی شوند. آنها باز هم خب در برابر تاجیکستان، ازبکستان و افغانستان همچنین در کف ایران و قرقیزستان هم هستند. منتخب تا 17 ساله قرقیزستان البته بازی خود را همش رو دایر کرد، 4 بازی رو و امتیاز کسب نکرد. مسابقه برای این دسته به پایان رسید
حالا این بازی آخرین برای افغانستان و ازبکستان است در این دیدار که برای جای دوم در جدول کاف یو17 مبارزه برده ایستادند. قید استهزایی از جانب شماره 9 منتخب ازبکستان نوربک سرسنبایف بود. یک از حمله های دیگری منتخب افغانستان را میبینیم. به نتیجه است. بازیگزاری فوتبالبازان منتخب افغانستان. توپ از میدان بیرون می‌گردد. در 87 رقابت حساب 0-2 همان به فایده ازبکستان است و منتخب افغانستان وابسته از اینکه در این بازی شکست خورده ایستاده است در عموم در این مسابقه یعنی در کاف یو17 2023 خیلی ارزنده بازی کرد. مقابل تاجیکستان بازی زیبا داشت، هرچند شکست خورد. قرقیزستان رو مغلوب کرد، ایران رو شکست داد و بازی بهترین خود رو فوتبالبازان منتخب تا 17 ساله افغانستان فکر میکنم بر مقابل ایران در این مسابقه دایر کردن. فرصت برای زدن یک ضربه خوفناک و دروازه‌بان فضلالدین امینی توپ رو برگرداند. هجوم نوبتی منتخب افغانستان بازم به نتیجه است. و توپ در دست دروازه‌بان فضلالدین امینی. هجوم نوبتی افغانستان در آخرین دقیقه‌های وقت اساسی بازی پرتاب خیلی بلند حتی ضربه راست جانبی دروازه بود. هجوم نوبتی منتخب ازبکستان و اینجا نوربک سرسنبایف امکانیت را از دست داد. منتخب افغانستان حداقل یک گل در این دیدار زدن نتوانست این دم، چون که بازی با سرعت پاس از طرف این دسته نشان داده شد. هجوم کننده ها اونقدر فعال نبودند، مخصوصا ضربه ها از موقع دورتر از جریمه‌گاه دیده نمیشد اصلا و عموما امکانیت از جانب بازیگران منتخب ازبکستان کمتر داده میشد برای بازیگران افغان. باز یک تلاش دیگری منتخب افغانستان اوت نیست. در رفتی توپ در مرکز میدان از جانب بازیگران کبود پوش و داور اجازه میدهد که هجوم ادامه یابد. بازیگر منتخب ازبکستان
برنمیخیزد از زمین. دوباره هم اجازه میدهد که بازی ادامه بیابد و 4 دقیقه علاوه کرده شد به وقت اساسی بازی. تهدید شماره 8 عبدالصمد سعیدов آسیب گرفته بود که حالا برخیست و میتواند بازی را ادامه بدهد. دوباره هم احساس کرد که این بازیگر فکر میکنم برای کشال دادن وقت خود را به زمین انداخته است. به نهایت ضربه از مسافه دور بود و خیلی بلند اجرا شد. منتخب ازبکستان به حمله می رود از نو. این دفعه قاید استیزی خیلی دغلونه و دوباره کارت زرد نشون داد به ناصر احمد محمدی برای این عمل غیر ورزشیش، برای خطا بازی کردنش. و چنین به نظر می رسد که حتی برقصدانه بازیگر منتخب ازبکستان رو از پا زده افتاند. حالا در لحظه های اخیر در دقیقه علاوه کرده دوباره باز یک فرصت دیگر از وضعیت استانداردی به میان می آید. پرتاب جریمه گاه، باز یک بازیگر دیگر در زمین خوب است، اما اون لحظه قاید ویران کنی نبود. حالا دوباره صدای خود را بلند میکند، چرا که سعید نویدالله صداد از پا افتانیده می شود. منتخب افغانستان به حمله میگذارد. فکر میکنم ما میتوانیم اکنون منتخب تا 17 ساله ازبکستان رو تبریک بگوییم با اینکه این دسته 9 امتیاز را صاحب شد، در 4 بازی و در زینه دوم قرار گرفت پس از تاجیکستان. هرچند حالا منتخب ما بازی نوبتی خود را مقابل ایران دایر نکرده است، یعنی پس از 1 ساعت دیگر در همین ورزشگاه بازی خود را برگزار میکند. حمله نوبتی و ضربه خوفناک جانب دروازه افغانستان و 0-3 می شود حساب. سیفالدین صادقov ضربه بنهایت عالی اجرا کرد و کنج بالایی دروازه حریف و حساب را تغییر داد. حالا در همین وضعیت تغییرات کرده می شود از جانب اسلامبek اسماعیلov سرمربی منتخب ازبکستان. از بازی محمد حبیباللهیف رقم 10 گرفته شد و به جای او بازیگر شماره 17 آیت الله کایتماسov به میدان برآمد. آخرین ثانیه های علاوه کرده داور است و این گل در خاطر سیفالدین صادقov مدت ها خواهد ماند. به نهایت گل زیبا او زد. حالا این شاید آخرین هجوم منتخب افغانستان و دوباره اجازه میدهد که ضربه کنجی هم اجرا کرده شود برای زدن حداقل 1 گل. تلاش‌های آخرین خود را کرده شدن بازیگران منتخب افغانستان. وقت به پایان رسید و همین طور دوباره باز اجازه میدهد که یک حمله دیگر هم باشد.
همین تمام منتخب ازبکستان پیروزی به دست آورد در این رقابت با حساب 3-3 بر مقابل افغانستان و با کسب 9 امتیاز در جای دوم قرار میگیرد پس از تاجیکستان باشد پس از چند لحظه دیگر بازی آخری خود را در کف بر مقابل تیم ملی تا 17 ساله ایران دایر میکند و شما میتوانید این بازی را به طور مستقیم تماشا نمایید. ما گزارش خویش را به پایان میرسانیم. با جمع همکاران تکنیکی هم در خدمت شما بودیم. تا این دم من امیدین احمدزاده شور این رقابت تا روی دیگر سربلند و پیروز باشید. شبکه فوتبال رو پیگیری نمایید. خیر.